بازداشتی روزنامه‌نگاران، استادان دانشگاه و همه آن نخبگان ملت را که امروزها توسط مقامات قدرتی تاجیکستان دست جمعانه روانه زندان شده ایستادند محکوم میکنیم. از مقامات کشور ما قاطعانه طلب میکنیم که از این بازداشت‌های خودسرانه دست بکشند. به ما امروز خبر رسید که وضعیت روزنامه‌نگار دلیل شریپوف خیلی هم بد است، در حالتی وزنین قرار دارد. قضیه روزنامه‌نگار دلیل شریپوف امروزها تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی حقوقی بشر قرار دارد. مقامات قدرتی تاجیکستان باید بدانند که با این اعمال‌های بد و زشت خود روز تا روز دارند پرونده‌های خود را سیاه می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی امروزها تصمیم گرفتند که اسم رهبران مقامات قدرتی تاجیکستان و خصوص کمیته رهبری کمیته امنیت ملی، وزارت امور داخله و پروکراتور گنرالی را به لیست سیاه مگنیتسکی وارد کنند. امروزها مردم ما خیلی هم در یک حالت بد قرار دارند که هر روز با طبق خبرهای رسیده از 20 تا 30 نفر در کشور در ولایت ها در ناحیه ها روانه زندان می شوند. چند دقیقه قبل وقتی که قضیه او پیش آمد در رسانه ها اعلان شد که مقامات تاجیکستان امروزها نیت دارند که چند هزار نفر را از زندان آزاد کنند و در اون وقت هم ما در مصاحبه های خود ذکر کرده بودیم که هیچ وقت و هیچ اعمالی که مقامات تاجیکستان میکنند اعمال نیکی که میخواه بکنند در آینده دنبال اون حتما یک بدبختی سر ملت باز میارن و این هم معلوم شد که آنها چندین نفر از نمیدونم دزدان و رشوه‌خواران را آزاد کردند و باز هم مردم بیگناه را به یک گناهایی که آنها حتی نام و اسم همون گناه را نمیدونند روانه زندان کرده ایستادند.